چیزایی که نیاز داریم 4 تا ورق مقواست که 12 در 10 هن اینا، و اینم که 12 در 12 است. فنه که این فن 12 ولت، فن کامپیوتره، در این هم 12 در 12 است. یه دونه کلید میخوایم، جک مادگی آداپتور، محافظ فن، این هم پیشاشه. همینا رو نیاز داریم. بزن بریم. فنمون رو میاریم و 4 تا کارتونی که بریدیم و دور تا دور این میچسبونیم. این سینه رو اینجا آردارش میکنیم. به همین ترتیب بقیه ورق مقوامون رو میچسبونیم. دیگه این درزایی که وامونده رو بعد جلوتر با چسب کاغذی پر میکنیم. الان کارتون رو قشنگ با چسب حرارتی راهاشو پر میکنیم که قشنگ محکم بشه. من میخواستم اینو با ورق PVC درست کنم، اما خب آدمی که میخواد الان بره پول ورق PVC رو بده میره میخره همین فنو و خب خلاقیت داشت و با لوازم دور ریختنی درست کرد. حالا اون مقوای 12 در 12 رو میاریم که در پشت فن هست، یه دایره وسطش در میاریم، یه قالب الان تو این قسمت از این ور یعنی پشتش میتونید شما یه توری یا یه حدی بذارید که وقتی هوا رو یا دودو میکشه از اون ور میخواد بده بیرون تصفیه بشه. من اینجا میخوام از نمد استفاده کنم، اندازه اینی برم.
جای کلید رو در میاریم. حالا جک آداپتور رو میذاریم بغلش. حالا اینجا کار در اومده و میریم سراغ سیم کشیش. سیمه قطع میکنم، سیم فنما فیلتر یه سرشو وصل میکنم به کلید. اون یکی دیگه پایه‌شو وصل میکنم به پایه مثبت جک آداپتورم. سیم قرمز فن که مثبت منفی داره رو وصل کنم به پایه مثبت جک آداپتورم. بعد لعیمش بکنم که سیم دیگه برمی‌دارم و وصل میکنم پایه منفی جکم. با سمت دیگه سیم رو وصل کنیم به کلید. سیم کشی الان تمومه و این زیر کلید اینا رو چسب حرارتی میزنم که صفرش تکون نخوره کلیدمون. در پشتمون رو بذاریم. تا اینجا اینا تموم شد، چسبوندیم و اینا رو با چسب کاغذی پر میکنیم که محافظش هم میاریم و میبندیم. حالا نوبت تسته، بزن بریم. حالا آداپتور 12 ولت رو نوش وصل میکنیم و کلید فن هم میزنیم و این فن داره کار میکنه. بریم الان هویه بگیریم جلوش ببینیم چطور.